کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید که در شهرهای دوشنبه خوجند 4 نفر به هلاکت رسیدند. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز جمعه 16 فوریه به رادیوی آزادی گفت حادثه ساعت 6:10 شام 15 فوریه در نزدیکی موضع خواجه گرم در جماعت ورزاب قلعه ناحیه ورزاب رخ داده است. به گفته خانم یوسفی، راننده اتومبیل قاعده‌های حرکت در راه را رعایت نکرده و در نتیجه از راه خارج شده به یک چخوری افتیده است. در نتیجه خود راننده و 3 نفر مسافرش به هلاکت رسیدند. خانم یوسف گفت که گروه نجاتی کمیته در همکاری با کارمندان وزارت کارهای داخلی و شرکت ایرس توانستند جسدهای 3 نفر را از چخوری بیرون برآورند، اما جستجوی فردی چهارم ادامه دارد. این در حالی است که روز گذشته گروه های نجات بخش از زیر ترمه و برف در راه دوشنبه خوجند 7 نفر را زنده بیرون آوردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده به ساکنان تاجیکستان مشورت داده است بنابر سبب خطر ترمه فرایی تا 17 فوریه از حرکت در راههای کوهی و در مکانهای خطرناک خودداری کنند. در راههای ماشینگرد دوشنبه خوجند، دوشنبه لخش، دوشنبه طویل درد، دوشنبه خاروق مرغاب، خاروق اشکاشم یخبندی های شدید، لغزش ترمه و جمع شدن برف در نظر داشته شده است. به خصوص خطر لغزش ترمه و سنگریزه تهدید میکند، آمده است در آگهی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان.